جنگ فوتبال جنگی بود که در سال 1969 میان السالوادور و هندوراس رخ داد. تنش‌های موجود میان دو کشور با شورشی در مسابقات انتخابی جام جهانی 1970 همزمان شد. جنگ در 14 جولای 1969 با حمله ارتش السالوادور به هندوراس آغاز شد. سازمان کشورهای آمریکایی مذاکرات آتش‌بس را در شب 18 جولای آغاز کرد و در 20 جولای آتش‌بس برقرار شد. نیروهای السالوادوری در اوایل آگوست عقب‌نشینی کردند. با وجود نامگذاری این جنگ به جنگ فوتبال، دلایلی عمیق‌تر از فوتبال براش وجود داره. ریشه‌های اون در اصلاحات ارضی در هندوراس و مشکلات مهاجرتی و جمعیتی در السالوادور بود. مساحت هندوراس بیش از 5 برابر السالوادوره، ولی در سال 1969 جمعیت السالوادور حدود 40% بیشتر از هندوراس بود. در آغاز دهه 20 شمار زیادی از مردم السالوادور به هندوراس مهاجرت کردند و در سال 1969 بیش از 300,000 السالوادوری در هندوراس زندگی می‌کردند. مانند بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی در هندوراس نیز مالکان و شرکت‌های سهامی بزرگ بخش عمده زمین‌های کشاورزی را در اختیار داشتند. شرکت یونایتد فروت مالک 10% زمین‌ها بود و مالکان متوسط توان رقابت با اون را نداشتند. در سال 1966 یونایتد فروت با چند شرکت بزرگ دیگر متحد شد و فدراسیون ملی کشاورزان و دامداران هندوراس را ایجاد کردند. فدراسیون ضد دهقانان و ضد السالوادوری‌ها بود و اسوالدو لوپز آریانو رئیس جمهور هندوراس را تحت فشار قرار داد تا از حقوق مالکیتی زمینداران ثروتمند دفاع کند. هندوراس در سال 1962 قانون اصلاحات ارضی جدید را به اجرا گذاشت. این قانون از سال 1967 اجباری شد و بیشتر زمین‌هایی که به صورت غیرقانونی به تصرف مهاجران السالوادوری درآمده بودند در اختیار دولت مرکزی و فرمانداران قرار داد تا دوباره میان بومیان هندوراس توزیع کنند. زمین‌ها بدون به توجه به ادعاهای مالکیت یا وضعیت مهاجرت از کشاورزان مهاجر گرفته می‌شد. این امر مشکلاتی برای السالوادوری‌ها و هندوراسی‌هایی که با هم ازدواج کرده بودند پدید آورد. هزاران کارگر السالوادوری هم از هندوراس اخراج شدند. افزایش تنش‌ها منجر به درگیری نظامی شد. در ژوئن 1969 هندوراس و السالوادور در مسابقات انتخابی جام جهانی 1970 به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه دادند. در اولین بازی در 15 ژوئن در پایتخت هندوراس برگزار شد و میزبان با 1 گل به پیروزی رسید. درگیری‌های میان هواداران اتفاق افتاد. در بازی دوم که در سان سالوادور برگزار شد و این بار السالوادور پیروز شد. با تساوی 2 تیم پس از 2 بازی قرار شد بازی سوم در 27 ژوئن در مکزیکو سیتی برگزار بشه. در همین روز السالوادور روابط دیپلماتیک خود با هندوراس را قطع کرد و بیان کرد در 10 روز پس از بازی در السالوادور 11,000 السالوادور وادار به خروج از هندوراس شدند. السالوادور اعلام کرد با توجه به اینکه هندوراس هیچ عملی برای جلوگیری از کشتار، ستم، تجاوز، غارتگری و اخراج انبوه السالوادوری‌ها انجام نداده، دلیلی برای حفظ روابط وجود ندارد. السالوادور در بازی سوم در وقت اضافه به پیروزی رسید. در اواخر بعد از ظهر 14 جولای 1969 حمله نظامی آغاز شد. نیروی هوایی السالوادور با هواپیماهای غیر نظامی که مجهز به مواد منفجره شده بودند به اهدافی در هندوراس از جمله فرودگاه بین‌المللی پونکنتین حمله کرد. حمله به این فرودگاه منجر به ناتوانی نیروی هوایی هندوراس در انجام واکنش سریع شد. ولی نیروی هوایی هندوراس با حمله به پایگاه هوایی ایلوپانگو
واکنش نشان داد. نخستین حملات بمب‌افکن‌های هندوراز در صبح 16 جولای انجام شد. دولت هندوراز که نگران حمله السالوادور به پایتخت بود، از سازمان کشورهای آمریکایی درخواست مداخله کرد. سازمان در 18 جولای جلسه فوری برگزار کرد و درخواست آتش‌بس فوری و عقب نشینی نیروهای السالوادور از هندوراز کرد. السالوادور چند روز در برابر فشار سازمان مقاومت کرد و درخواست کرد که ابتدا هندوراز غرامتی بابت حمله به شهروندان السالوادوری بپردازد و امنیت السالوادورهای باقی مانده در هندوراز را تضمین کند. آتش‌بس از 20 جولای به مورد اجرا درآمد، ولی السالوادور تا 2 آگوست بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کرد. در نهایت با افزایش فشارها، السالوادور در روزهای اول آگوست با عقب نشینی موافقت کرد. تحریم‌های اقتصادی احتمالی سازمان و اعزام ناظران سازمان به هندوراز برای نظارت بر امنیت السالوادورهای مانده در این کشور از جمله فشارهای وارد بر السالوادور بود. جنگ واقعی تنها 4 روز طول کشید، ولی فرایند دستیابی به صلح بیش از 1 دهه به طول انجامید. السالوادور در 2 آگوست 1969 نیروهای خود را عقب کشید. در همین روز هندوراز به فیدل سانچز رئیس جمهور السالوادور تضمین داد امنیت کافی را برای السالوادوری‌های ساکن در هندوراز فراهم می‌کنه. سانچز درخواست پرداخت غرامت به شهروندان السالوادوری را نیز داشت، ولی مورد موافقت هندوراز قرار نگرفت. دو طرف جنگ دچار تلفات سنگینی شدند. حدود 300,000 السالوادوری آواره شدند. بسیاری از اونها از هندوراز اخراج شده بودند و در السالوادور نیز حکومت تمایلی به ورود اونها نداشت. در چند سال بعد السالوادوری‌های بیشتری به وطن خودشون بازگشتند که منجر به سرریز جمعیت و فقر شدید شد. در السالوادور حدود 900 نفر که بیشترشون غیر نظامی بودند کشته شدند و در هندوراز 250 نظامی و بیش از 2000 غیر نظامی از بین رفتند. تجارت میان دو کشور به میزان زیادی کاهش یافت و مرز به صورت رسمی بسته شد. در هر دو کشور قدرت سیاسی ارتش افزایش یافت. در انتخابات مجلس السالوادور، عمده نامزدهای حزب آشتی ملی درجه‌داران ارتش بودند. به دلیل ناتوانی دولت السالوادور در تأمین نیازهای شهروندان اخراج شده از هندوراز، وضعیت اجتماعی این کشور بدتر شد. ناآرامی اجتماعی در نهایت منجر به جنگ داخلی السالوادور شد. در جام جهانی السالوادور در هر 3 بازی مرحله گروهی شکست خورد و حذف شد. 11 سال پس از جنگ دو کشور در 30 اکتبر 1980 پیمان صلحی در لیما امضا کردند و توافق کردند اختلافات مرزی بر سر خلیج فانسکا و 5 بخش مرزی خشکی را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل کنند. دادگاه در سال 1992 بیشتر مناطق مورد مناقشه را به هندوراز داد و در سال 1998 هندوراز و السالوادور پیمان علامتگذاری مرزی را برای اجرای حکم دادگاه امضا کردند. اما فوتبال، همون چیزی که جرقه جنگ بود، کم کم تبدیل شد به ابزار صلح. در دهه‌های بعد پروژه‌هایی راه افتاد که هدفشون این بود بچه‌های دو کشور رو دور هم جمع کنن، اما این بار توی زمین فوتبال، نه میدان جنگ. برنامه‌هایی مثل فوتبال برای صلح یا گل برای دوستی توی مناطق مرزی برگزار شد. بچه‌هایی که شاید پدر یا پدربزرگشون توی اون جنگ جنگیده بودن، حالا به هم پاس میدادن، گل میزدن و میخندیدن. جنگ فوتبال داستانی از دنیای واقعی که از دل ورزش به میدان نبرد رسید. یه یادآوری برای هممون که پشت هر رقابت ساده ممکنه کوهی از تنش پنهان باشه. این داستان ترکیبی از سیاست، رسانه، مهاجرت و فوتبال و یه هشدار برای دنیای امروز که گاهی احساسات جمعی از منطق جلو میزنن. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و توی کامنت ها بنویس دوست داری قسمت بعدی درباره کدوم جنگ یا اتفاق تاریخی باشه.